در زمانی که امپراتوری کوشانیان بر این قسمت هم حکومت می‌کردند، میگن که آیین بودایی طلایی ترین دوره خود را تجربه کرده در او زمان. کافرواری شارو بازاری دیلا چورو چپاو کده رفته واد خوب چورو چپاو کده رفته واد خوب رفیقی نو کده رفته. در حدود 400 بارشتر فقط طلا از معابد بامیان به غارت برده میشه. یکی از بزرگترین مجسمه های ایستاده بودا در جهان.